ماجرای اولین و آخرین سینما نرفتن خانوادگی ما. در بندرشاه یکی از سرگرمی‌های مردم سینما رفتن بود. خصوصاً فیلم‌های هندی بازار خوبی داشتن. مادر ما هم هر فیلم هندی که به روی پرده می آمد امکان نداشت که از دستش رد بشه. البته فیلم‌های تگزاسی و اکشن از نوع تاریخی رومی برای ما جای خودش رو داشت. معمولاً آفیش و عکس فیلم‌ها را افرادی که برای سینمای مربوطه کار می‌کردند به روی یک پلاکارد می‌چسباندند و با به دوش کشیدن پلاکارد در مناطق مسکونی دور می‌زدند و با صدای بلند برای فیلم تبلیغ می‌کردند. آن روز هم طبق معمول یکی از آن افراد با تابلویی به روی دوشش در حال گردش و تبلیغ فیلم بود و بسیار در مورد فیلم سنگام تبلیغ میکرد. امشب راج کاپور و ویجینتیمالا در فیلم سنگام در سینما سعدی، و با شور و حال خاصی فیلم را تبلیغ میکرد. و از آنجا که همه درباره این فیلم حرف میزدند، ما هم یقه مادرم را گرفتیم که با پدرم بریم سینما و مادرم قول داد که این کار رو بکنیم. رادا رادا ایک رتنی ہے ساس کیا ون جاون تو. بعد از ظهر که پدرم آمد خانه، مادرم با چای خوشتم و کیکی که پخته بود ازش پذیرایی مفصلی کرد. ما هم مثل بچه آدم الکی خودمان را با دفتر و کتاب مشغول نشان میدادیم و صدا از ما در نمی آمد. پدرم که از فضای موجود دچار شک شده بود و رفتار ما برایش غیر عادی بود گفت: اگر همیشه اینجوری ساکت مثل بچه آدم درساتون رو بخونین چی میشه؟ حسن برادر کوچیک ما که تعتاقاری محسوب میشد و پدرمون رو خیلی دوست داشت فوری بلند شد و گفت: آقا جان، اگه ما رو امشب ببری سینما فیلم سنگام ما همیشه مثل بچه آدم میشیم. پدرم خندید و گفت: فکر نمی کنم. و ادامه داد و گفت: من اگر به جای شما 3 تا طول سگ می آوردم بزرگ می کردم وضعم بهتر از اینها بود که حالا هست. حسن دوباره گفت: آقا جان، 3 تا لازم نیست، 1 دونه طول سگ بیاری خوبه، ما هم باهاش بازی میکنیم وضع شما هم خوب میشه. پدرم خندید و مشغول چای خوردن شد. ما که زیر چشمی مراقب اوضاع بودیم با خنده پدرم فهمیدیم که حالش خوبه و میشه به سینما رفتن امیدوار. میری من کی گنگا اور تیرے من کی جمنا کا بول رادا بول سنگم ہوگا کہ. بعد مادرم موضوع سینما و فیلم سنگام را گفت. پدرم اولش مثل همیشه بهانه آورد، ولی مادرم بر اصرارش افزود تا اینکه بالاخره پدرم مجاب شد. بعد من در تعریف فیلم و اینکه قضیه را شیرین تر کنم شروع کردم به تعریف فیلم و داستانش. پدرم گفت: بابا جان، شما که داستان فیلم رو بلدید، چرا بریم سینما؟ همینجا تو تعریف کن ما هم گوش میکنیم. من که انتظار این حرف را از جانب اون نداشتم فوری حرفم را قورت دادم. نگاهی به برادرام کردم، دیدم بدجوری دارم به من نگاه میکنن و از نگاهشون فهمیدم که خرابکاری کردم و بعد ساکت شدم تا نکنه که پدرم از سینما رفتن منصرف بشه. یواشکی خزیدم پیش برادرام و مشغول نوشتن مشق‌هایم شدم. تون مشق‌ها را می نوشتیم. در دل شاد و خندان بودیم و برای اینکه مشق‌ها زودتر تموم بشه 1 خط در میان هی جا می انداختم و برای اینکه معلم نفهمه کلمات را هم کمی بزرگتر می نوشتم
که صفحه کم نیاره. مشق‌ها که تمام شد لباس‌ها را عوض کردیم و با سلام و صلوات راهی سینما شد. राधा राधा एक रतन है साथ किया वन जावन को पत्थर पिघले. هنوز چند متری از خانه دور نشده بودیم که پدرم شروع کرد به محاسبه قیمت بلیط. 2 تا آدم بزرگ نفری 2 تومن میشه 4 تومن. 3 تا بچه از قرار نفری 1 تومن، اینم 3 تومن که سر جمع میشه 7 تومن. و رو کرد به مادرم گفت خانوم با این 7 تومن میتونی 2 روز آبگوشت درست کنی بدی اینا بخورن. مادرم گفت فلانی آبگوشت جای خودش، تفریح هم جای خودش، بچه ها تفریح هم لازم دارن. پدرم گفت اینها که همه شب و روز در حال تفریح کردن هستن. مادرم پرسید کدوم تفریح؟ پدرم گفت چه میدونم، الک دلک بازی، فوتبال بازی دیگه. مادرم گفت فوتبال که تفریح نیست مرد، فوتبال ورزش است. پدرم پرسید پس این کفش و لباس ها رو اینا کجا پاره میکنن؟ سر هر ماه کفش میخوان، لباس میخوان. مادرم ساکت شد. پدرم که سکوت مادرم را دید ادامه داد و گفت تازه تفریح چیه؟ درساشونو بخونن. ما که تو دلمون خدا خدا میکردیم دعوا نشه که یک وقت سینما رفتن ما به هم نخوره. ساکت فقط گوش میدادیم. پدرم این بار رو به برادر بزرگم کرد، پرسید تو کتونی نمیخوایی؟ برادرم گفت چرا؟ و بعد پدرم رو به مادرم کرد و گفت بیا خانم دیدی؟ و بعد در حالی که به برادرم اشاره میکرد گفت خب این 7 تومن رو 5 ریالش رو کم کن، 6 تومن 5000 براش یک کتونی بخر. برادرم مثل این که از این طرح پدرم خوشش آمده بود چشماش برقی زد و مثل این که بعدش نمی اومد کتونی چینی نو داشته باشه با غرور نگاهی به ما دوتا کرد و ما جوابش رو با نگاه غضب‌آلود دادیم. برادرم که نمیخواست برای خودش دشمن درست کنه گفت آقا جان امروز بریم سینما، هفته بعد کتونی بخر برام. ما 2 نفر هم با هم گفتیم ما هم کتونی میخواییم. پدرم که دید اوضاع به جای اینکه به نفعش تموم بشه داره به ضررش تموم میشه فوری گفت مثل عرض کردم بابا جان هنوز که نخریدم براش. مادرم که خون داشت خونش را میخورد و معلوم بود که بسیار عصبانی شده چادرش را روی سرش جابجا کرد. مادرم ساکت بود و حرفی نمیزد و این نشان آرامش قبل از طوفان بود و اصلا از سکوت مادرم خوشم نیامد و ترسیدم چون میدونستم سکوت مادرم همواره با طوفان همراه است. تا در سینما چیزی نمانده بود و مردم جلوی گیشه جمع شده بودند و چراغ‌های الوان آن از دور می‌درخشید و بوی تخمه آفتاب گردون بوداده حسن سیمیشکچی معروف که سیمیشکه ها را توی تشتی مسی روی زغال بو میداد از دور مشام را نواسش میداد. پدرم هنوز در حال محاسبه قیمت بلیط بود و قضیه را کشانده بود به قیمت چیزهای دیگر مثل سیب زمینی و پیاز و خیار و اینجور چیزها که ناگهان مادرم دست برادر کوچکم را گرفت و کشید و برگشت سمت خونه. پدرم که در حال محاسبه بود و جلو میرفت متوجه برگشتن مادرم نشد. با اشاره دستش را کشیدم و گفتم مامان برگشت. پدرم به خودش آمد و دید مادرم داره برمیگرده سمت خونه و رفت دنبال مادر. من و برادر بزرگم که شوکه شده بودیم نمیدونستیم چه کار کنیم و در حالی که چند متری بیشتر با سینما فاصله نداشتیم باورم نمیشد که قضیه به همین سادگی به هم خورده باشه. مادرم مصمم بود برای برگشتن و هرچی پدرم اصرار کرد بر نگشت که نگشت. من نمیدونستم وایسم یا برگردم در حالی که بوی سیمیشکه‌ای که حسن سیمیشکچی داشت روی زغال توی تش میچرخوند با ولع قورت میدادم. با حسرت دل از بوی
تخمه آفتابگردان و سینما کندم و با اکراه به سمت آنها روان شدم. مادرم با عجله دست برادر کوچکم را میکشید و معلوم بود که بسیار کفری شده. برادر کوچکم گریه کرد. مادرم یک پس گردنی هم بهش زد و گفت بسه، اینقدر زرزر نکن، خودم بعداً میبرم سینما. پدرم که میدونست اگر چیزی بگه مادرم جنجال میکنه سکوت کرده بود. پدرم وقتی حال گرفته ما رو دید ظاهراً دلش برای ما سوخته بود. یواشکی به ما گفت جمعه پول میدم خودتون با هم برید سینما، ناراحت نشید. البته خوشحال شدم از قولی که پدرم داد، ولی خیلی دلم میخواست که در کنار پدر و مادرم و برادرم برم سینما. اون شب اولین و آخرین باری بود که فامیلی میخواستیم بریم به سینما که نرفتیم. मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं।